یه استوری گذاشتم که بگاهی هاتون توی سفرها رو برام تعریف میکنین جلو دوربینم، بی پرده و رک و بی سانسور. مریم سریع جواب داد که من یه بار سفر کردم به سمت ترکیه و یه پورنستار میزبانمون شد و من همونجا قضیه رو گفتم بیا تو بیا. البته اون پورنستار توی گرجستان میزبانم شد ولی ترک بود. خب بذار از اول بگم، من اکارم استفاده دادم. بعد کارت چی بود؟ پروداکت منیجر بودم. اوه 2 ماه بود داشتم دنبال یه کار دیگه میگشتم. بعد دیدم که کاری که دوست دارم پیدا نمیکنم. دیگه گفتم که الان چرا که نه، الان تایمشو دارم، وقتشو دارم، به جای تعهدی ندارم. پولش هم داشتی؟ پولشو نداشتم. پول خیلی کم داشتم. یه سری اپ‌ها رو میشناختم، ورکوی و کایت سرفینگ و اینا رو شروع کردم توشون اکانت خریدن. اتوبوس گرفتم رفتم سمت ارومیه. تازه توی مسیر شروع کرده بودم ریکوست فرستادن که مثلا یه نفر اون شب منو هاستم کنه. من توضیح بدم راجع به ورکوی و اینا. حتما. ورکوی یه وبسایتیه، یه جور شبکه اجتماعیه برای پیدا کردن کار داوطلبانه. یعنی مثلا یه نفر یه مزرعه‌ای داره تو ترکیه، مزرعه زیتون، میزنه که آقا من به 5 نفر احتیاج دارم، این خدمات رو ارائه میدم، اقامت میدم، غذا میدم، روزی مثلا 5 ساعت باید بیاین محصول بچینین، بعدش هم آزادین هر کاری دوست دارین بکنین و این خدمات رو از شما میخوام، این خدمات رو به شما میدم. یه همچین چیزی. کارهای مختلفه دیگه، مثلا میتونه هاستل باشه، مزرعه باشه، اقامتگاه باشه. بعد اکانت ساختن توی ورکوی چقدر هزینه داره؟ $50 بود. خب داشتی میگفتی که رفتی ارومیه که وارد ترکیهش. رسیدم وان. توی مسیر من تازه شروع کرده بودم ریکوست فرستادن و دیدم هیچکی جواب نمیده، هم توی کایت سرفینگ هم توی ورکوی. اولین سفر تنهایی من بود، اولین سفر طولانی من بود. یعنی میدونستم صرفا طولانیه، نمیدونستم چقدر ممکنه طول بکشه. اولین سفر خارج از کشور منم بود. من ساعت 7 و 8 غروب رسیدم وان. همچنان سعی می‌کردم که یه هاستی پیدا بکنم. بعد من با بودجه خیلی محدود رفته بودم، یعنی صرفا روی این بسته بودم که من توی کایت سرفینگ یا تو ورکوی قطعا یه هاستی پیدا کنم، مجبور نیستم خیلی هزینه زیادی بدم. اگر واسه هاستل می‌خواستم پول بدم جای دیگه کم می‌آوردم. استرس داشت و من تقریبا غلبه می‌کردم. من گفتم آقا شل کن یه ذره. عجیبه چون برای دختر تنها معمولا خیلی زود هاست پیدا میشه. نمیدونم شاید چون دیر ریکوست فرستاده بودم دیگه استرس داشت و من غلبه میکنم. من به خودم گفتم شل کن، امشب میگذره، سعی کن خوش بگذره، شل کن لذت ببر. اونجا بود که یه پورنستار وارد این قضیه شد. توی باتومی بود، من الان تو بانی لامستم. فقط میخواد برسم اینجا پورنستاره. اینجا ما میرسیم اون قاچاقچیه. یه قاچاقچی من تو مسیرم دیدم. دقیقاً توی همون ماشینی که از ارومیه داشتم میرفتم وان. به نظرتون شل کردن با یه پورنستار راحت تره یا با یه قاچاقچی؟ توی مسیرم ما داشتم همینجور صحبت رسیده بودیم مرز، 2-3 ساعت علافی داشتیم. حالا چطوره، چیکار می‌کنی، کجا داری میری اینا، شغلت چیه؟ آدم جابجا می‌کنم. گفتم یعنی چی قاچاقچی؟ منظور گفت آره. گفتم چقدر راحت داری میگی، خیلی عجیب بود. کار که آر نیست. اصلا پورنستار جوهر مرده. داستانم براش تعریف کردم. گفت بابا ول کن، حوصله داری، خطرناکه. من کارم قاچاقچی، جرئت نمی‌کنم برم این کاری که تو انجام میدی. مثلا میگه به من میگفت میشناسی جایی که داری میری، میدونی پیش کی داری میری، کجا داری میری. یا مثلا من راجع به هیچ کردن داشتم بهش توضیح میدادم، میگفت اشکال حرف زشت بزنیم که خودت میزنی. گفت من تخم نمیکنم برم، تو چه جوری داری این کارو رو؟ حرف زشتش تخم نمیکنم بود. قربونت بشه. بعد خلاص این 2 روز با من موند. ما رفتیم با هم دیگه وان رو چرخیدیم. انگار که تهران بود، انقدر که ایرانی زیاده، همه جا فارسی میشنیدی فقط. آره. اونجا بود که ساعت مثلا 10 یه نفر به من جواب داد توی ورکوی. گفتش که آره ما والنتیر میخوایم و اینا، پاشو بیا. بعد گفتم کجایی؟ بعد گفت فتحیه. حالا من اصلا شناختی راجع به ترکیه نداشتم. کل شناخت من نسبت به ترکیه، من فکر کردم ترکیه کلا 5 شهر بیشتر نداره. یه دونه آنکارا، استانبول، ازمیر، وان، قونیه. تازه اونجا لوکیشن رو چک کردم، دیدم من دقیقاً این شرقی ترین نقطه ترکیه هم باید برم جنوب غربی ترین نقطه ترکیه. خیلی مسیر طولانی بود. رفتم بلیط اتوبوس گرفتم، 3 شبانه روز من تو راه بودم تا برسم به فتحیه. پشما.
قاچاقچی نیومد باهات؟ اون تا یه مسیری با هم اومد واقعا قشنگ تا وسطایی. اون می‌خواست بره استانبول اگه اشتباه نکنم، بعد تا جایی که مسیر ما یکی بود با هم اومد. روز آخر که دیگه داشتیم خداحافظی می‌کردیم داشت اصرار می‌کرد که بیا با من کار کن، 3 ماه میتونی اینجا بمونی، 3 ماه خودتو میبندی، مثلا 2 سال میری عشق و حال می‌کنی، نمی‌خواد اینجوری بری سفر و اینا. یعنی ازت خواست که آدم قاچاق کنی؟ آره، داشت میگفت رانندگی بلدی؟ گواهینامه داری؟ گفتم که آره. گفت خب بیا دیگه، حالیه دیگه، مثلا یه دختر یه پسر باشیم پلیس گیر نمیده بهمون، بیا بریم مثلا تو فقط رانندگی کن، هیچ کاری لازم نیست بکنی. قیافتم قابل اعتماده. آره، مردم زود بهم اعتماد کنن. آره. ولی به نظرم explore everything اونم باید امتحان میکردی. اینو دیگه نه. ببین سری دوم یه ذره داشت قلقلکم میدادا که مثلا به خاطر پولش چرا که نه، حال داد و اینا موندی توش. اصلا دیدی که ایکیگای تو همینه و اون رسالتی که براش به این دنیا اومدی قاچاق آدم. به نظرم خیلی کار خیریه اینکه تو آدم‌ها رو به رؤیاهاشون، به کعبه آمالشون میرسونی. خیلی قشنگه که همچین دیدی داری. یه افغانستانی که گیر طالبان افتاده رو تو به اروپا، به هامبورگ میرسونی. این کار خیری نیست به نظرت؟ از این زاویه من از زاویه خودم نگاه کردم که پلیس ترکیه منو بگیره چه دهنی ازم. آره. چوبی تو زانوم میکنه دقیقا. بعد دیگه خلاصه از دوست قاچاقچی خداحافظی کردیم و من رفتم رسیدم فتحیه. چه جای خفنی بود، اگه رفتی ترکیه حتما برو. بعد من توی هاستل بودم، آدم مختلف از کشورهای مختلف، ملیت‌های مختلف می اومدن اونجا. بعد طبیعت خیلی قشنگی داشت، اصلا عکساشو باید بهت نشوندم یا اصلا بذار توی ادیتا. خیلی جای خفنیه. جوان نداره. یادم اومد دیگه جوان ندارم. آخه نازی. ولی به نظرم توی این کانالم بذار کاراکتر جوان بمونه. یعنی حالا ما میگیم جوان بذار ولی خودم میذارم، میدونی؟ چون این کانال با جوان شروع شد، بذار روح جوان البته خودش باید رضایت بده. جوان اگه راضی که توی این یه کامنت بذار و سابسکرایب کن. بعد دیگه من 2 هفته موندم اونجا. بعد از وظایف تو توی اون هاستل چی بود؟ به من گفتن تو بارتندر باش. اوه، پس الان کلی کوکتل باحال بلدی درست کنی. نه هاستل خیلی کوچیک. کنسل قطع کن، ما میخوایم بریم کوکتل درست کنیم. در حد کوکتل درست کردن نه، در حد اینکه مثلا 2 تا چیزو با هم دیگه میکس کنن. یه روزی یه پارتی گرفتم بابت اینکه فصل داشت تموم میشد و اینا، خیلی باحال بود. من بارتندرم بودم تو اون پارتی. از اون شب برام بگو مریم، از اون شب از اون شب حماسی. ببین 3 تا دیجی آورده بودن. کراش هم زدی اون شب؟ نه متاسفانه، امیدوار بودم ولی نه، اتفاق نیفتاد. یعنی کسی هم رود کراش نزد اون شب؟ رو مستی همه مهربون، تو هم ساقی؟ شت. چرا؟ باید سایلت میکردم. نه اوکی، ولی باید همینجا جواب بدی، بگی کیه و بذاری رو اسپیکر. بیا بهش زنگ بزن بذار رو اسپیکر. ما 2 روز پیش قرار بود هم دیگر ببینیم که خبری نشد ازش و من داشتم فکر کردم که اصلا بهتر من خودم کانال یوتیوب میزنم داستانم اونجا تعریف میکنم. ولی به نظرم هم خیلی شیوا و قشنگ صحبت میکنی، هم واقعا فیس جذابی داری و میتونی کانال یوتیوب بزنی و بهش فکر کنی. اصلا میتونی تخصصی روی همین کارهای داوطلبانه کار کنی و بری مثلا جای مختلف تجربه کنی، ازش ویدیو بسازی. فکر خوبیه. جوان یه لامپ الان رو سرش بکش. جوان الان گاییده منو دست ازم پرد بکشیم. لام هستم. من دست کشیدم بیرون. دقیقا. آره کجا بودیم تا کجا گفتیم؟ گفتی که یه شب یه پارتی حماسی برگزار شد. راستش بخوای توی اون پارتی، گفتم اولین پارتیم بود، داشتم فکر می‌کردم که چقدر پارتی خودمون جذاب‌تره، خیلی آبکیه، خیلی حال نمیده. نه اصلا یه موزیک ایرانی اصلا شاید اونجا پلی میشد خیلی بیشتر به من خوش می‌رسید. برم عاشقتم مازندران جون جون
آدادا میدادا آدادا میدادا آدادا پلنگ زندانی دو آدادا میدادا آدادا میدادا حکم آزادی دو. پارتی خودم خیلی جذاب تره. یکی از دوستام تاها میگفت گرجستان یه کلابی بودیم و یهو وسط پارتی دنیای وارونه پلی شد. دیجی رفت دنیای وارونه اینو خوب گفت من پشمام ریخت رفتم جلو بهش گفتم ای ولی دیگه. من توی فتیه 2 هفته موندم، با خیلی آدمای باحالی اونجا آشنا شدم. اولین دوستای خارجیم بودن. با یه دختری دوست شدم که یه دختر انگلیسی بود، اون اومده بود سفر، بیشتر از بقیه مهمونا اونجا موند. بعد دیگه ما با هم دیگه رفیق شدیم. من بهش گفتم که من دارم میرم کار داوطلبانه بعدی، اونم گفت من قبلا انجام دادم و اینا اوکی بود. گفتم آره چرا که نه. با هم دیگه رفتیم. اسمش هم امیلی بود. اون جنگلی که بهت گفتم با امیلی رفتیم. کجا بود جنگله؟ یه شهری به اسم آکیاکا. توی جنگل ما داشتیم با متریال طبیعی خونه میساختیم. ببین هیچ امکاناتی نداشت. به ما یه چادر دادن و به بقیه همون چادر هم ندادن، خودشون باید می‌داشتن. سرویس بهداشتی نداشت، حموم نداشت. یه سویتوری وسط مثلا جنگل درست کرده بودن. ما اونجا میتونستیم صرفا غذا درست بکنیم واسه خودمون و پشتش هم ساختمونی بود که داشتیم میساختیم. من یه هفته اونجا موندم. بعد دیدم کار خیلی سنگینه دیگه، گفتم که من دارم میرم. بعد 2 تا دیگه هم اومدن با ما همراه شدن، یه دختر آلمانی و یه دختر ترک. شدیم 4 نفر، 4 تا دختر. خیلی تجربه باحاله. ما یه هفته Who runs the world? Girls. Who runs the world? Girls. بعد ما یه هفته با هم دیگه داشتیم سفر می‌کردیم. از جنوب ترکیه اومدیم بالا برسیم به استانبول. اونا مثلا فقط میگفتن کمپ بکنیم و من اصلا تجهیزات کمپ و اینا نداشتم، من که بخوام ببرم مثلا با خودم. منم میگشتم دنبال مثلا هاست. اگر هاست پیدا می‌کردیم میرفتیم خونه‌اش، اگر پیدا نمی‌کردیم میرفتیم کمپ. 2 نفرشون چادر داشتن، 2 نفره بود. شبا سرد بود دیگه، لباسامو می‌کشیدم رو می‌خوابیدم. تو با کی میرفتی تو چادر؟ یه کدوم از اون دختره دیگه. کی؟ یا آلمانیه اسمش لنا بود یا با ترک. البته نه بیشتر من با لنا موندم. لنام لزبیان بود. می‌بینی سوالای خودش موشکافانه ایه. ولی اتفاق نیفتاد، نگران نباش. اون لزبیان بود، من که نبودم بخاطر اصلا اتفاقی بیفته. یعنی یک بارم وسوسه نشدی امتحان کنی؟ بعد میدونی یه چیزی که جالب بود برام، اول دختر لزبیانی بود که من داشتم مثلا برخورد داشتم باهاش. بعد این 4 سال با دوست پسرش زندگی کرده بود. آخرای رابطه‌اش با دوست پسرش که بود اونجا تازه متوجه شده بود که مثلا لزبیانه. یعنی اعتراضی کرده بود، دیده بود که میشه این براش لذت بخشه. من اونجا ازش پرسیدم گفتم کدوم تجربه برات جذاب‌تر بود؟ گفت دختر برام جذاب‌تر بود. آها. به این نتیجه رسیده بود که دوست نداره دیگه. یه چیز بهتر دوست داره. واقعا منم مثل اونم. آره. چه جالب. یه تو اپیزود رومینا هم با یه پسری دیت کرده بود تو چین. دیوید راست شده بود. نه یعنی دیوید راست شده بود. نه یعنی مثل راستگله. آها. خانومش بعدم فهمیده بود که لزبیانه. پشمام. بچه هم داشتن. داشت. آره دیدم اپیزود رومینا رو. چقدر بامزه بود. خیلی رومینا بامزه است. فکر کنم تو خیلی باش حال میکنی. بهش میاد که اصلا حالت به تخمم طور خیلی شل میگیره و اینا، ولی بامزه است. با حال باش میگذره. آره. حال کنم ببینم. دیشب به رومینا گفتم یه اپیزود دیگه باید ضبط کنم چون مخاطبا هی میگن ما بازم رومینا میخوایم. تو هم بازم رومینا میخوای؟ آره حتی من کامنت هم گذاشتم رومینا رو دوباره بیار. جدی؟ آره. پشمام. رومینا فنا اینقدر دورتن اینجا هوا خنکه. آره خلاصه ما 4 تا شروع کردیم سفر کردن و اونم خیلی تجربه باحالی بود. یعنی یه شب بغلت هم نکرد لنا؟ نه آقا نه نکرد، بکش بیرون از لنا. ولی این سفر هی فرصت‌های جدیدی رو به سمت تو انگار کائنات پرت کرد و تو هی گفتی نه. یه بار نزدیک بود قاچاقچی بشی، فرصت خیلی خوبی بود، گفتی نه. یه بار نزدیک بود با دختر تجربه داشته باشی، دیگه تو بغلش خوابیدی، بازم گفتی نه. امیدوارم در ادامه سفر آریگوتر بوده باشی به زندگی. یه جایی رفتیم کم کردیم که هیچ آدمی نبود تا چند کیلومتری موند، فقط ما 4 نفر بودیم. من خیلی میترسیدم چون هممون دختر بودیم، حالا
ببخشید اینو حالا ای بابا چی شده؟ مثلا لنا مثلا خیلی بعدش میاد چرا این حرفو میزنی، اصلا دختره چی از پسر کم دارن که تو داری این حرفو میزنی، هر کسی بیاد ما 4 نفر ما پسش برمیان. بخاطر این گفتم ببخشید اینا. آها که فمینیستا ناراحت میشن. آفرین. کلمه اگه فمینیستی و حال کردی با این حرفش کن و کامنت بذار و لایک کن. من میگفتم بریم یه جا که حداقل آدم هست اگه مشکلی پیش اومد 4 نفر بتونن بیان کمکمون. ولی بعد که مثلا کم کردیم اینا خوش میگذره. یه متن انداختیم 4 نفر نشستیم، فکر کنم مثلا آسمون پرستاره نشستیم زیر آسمون پرستاره شروع کردیم مشروب خوردن و صحبت کردن. چه شب اصلا عجیبی بود برای من. کاش اونجا بودم. واقعا خیلی جذاب بود. تو نه ولی شاید کاش چند تا دختر دیگه هم اونجا بودن. شب دخترونه بود دیگه. خب من من زنانگیم خیلی میتونه بالا باشه. من مثل آبم تو هر ظرفی شکل اون ظرفو میگیرم. نه چی؟ اگه بودی به تو خوش میگذشتن ولی شاید به ما اون اندازه خوش نمیگذشت. از این بابت نه. اوکی. آره ببخشید. خیلی قربونش بدم معذرت خواهی ببخشید. قبلش مثلا شاید من توی رویاهام فکر می‌کردم مثلا میشه چند تا دوست مثلا غیر ایرانی داشته باشم با هم دیگه بشینیم حرف بزنیم چیل بکنیم و اینا و اون اتفاق اون شب داشت میافتاد و خیلی برام عجیب بود. و یه چیزی که خیلی جالب بود مثلا من گفتم انگلیسیم خیلی خوب نبود ولی تا اون موقع خیلی بهتر شده بود چون مجبور بودم که صحبت بکنم. یعنی خجالتم رفته و وقتی مس میشه دیگه اصلا دیگه نگران قضاوت نیستم. آره. و من شروع کردم صحبت کردم و بدون اینکه منومن کنم مثلا کلمه که حتی تازه فهمیده بودم معنیش چی میشه توی جملاتم داشتم استفاده من اینجوری بودم که من چقدر خوب انگلیسی بعدم میخوام مس بشم. Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. دیگه خلاصه یه کاری پیدا کردم توی استانبول توی کافه کار بکنم. بعد اونم از طریق ورکوی پیدا کردی؟ اونو من توی هاستل اولیه که از طریق ورکوی پیدا کردم اونجا من به بچه‌ها گفته بودم که من دنبال کار میگردم اگه چیزی مثلا به نظرتون اومد که مناسبه بهم معرفی کنین. یکی از دخترها اوکراینی بود بهم گفتش که توی استانبول فرصت‌ها بیشتره اگر میری اونجا من یه کافه میشناسم که مثلا میتونی بری اونجا کار بکنی یه هاستل هم روبروشه میتونی بری اونجا کار داوطلبانه بکنی مثلا این شکلی پول در بیاری اونجا کار داوطلبانه اینجا کار کنی. با اون کافه صحبت کردم گفتش اوکی حالا بیا استانبول با هم دیگه صحبت کنیم دیگه. آره اون شب گذشتش ما همینطور با هیچ هایک ادامه دادیم و رسیدیم استانبول. توی ازمیر که بودیم 2 تا از دختر از ما جدا شدن یکیشون موند ازمیر اونطور که اون آلمانیه رفتش یونان دوست دخترش اونجا بود رفت که ملحق شه به دوست دخترش. بعد امیلی با من اومد ما رفتیم با هم دیگه تو اون کافه کار کردیم. بعد یه تقریبا 4-5 هفته من اونجا کار کردم. امیلی هم بعدش رفتش دوباره یونان اونم دنبال یه کار داوطلبانه دیگه. بعد این 4-5 هفته‌ای که تو اون کافه بودین کجا اقامت داشتین؟ توی خونه‌ش اینجوری بود که مثلا 4 تا اتاق داشت هر اتاقو به یکی رنت داده بود. بعد خودش روی یکیش بود تو 3 تای دیگه‌اش مثلا چونم یکیش یه پسر آمریکایی بود یکی یه پسر هلندی بود منم که توی یکی از اتاقا بودم. چه خوب. بعد آره خیلی جالب بود. پسرای خوبی بودن؟ هلندیه؟ نه انقدر حرف میزد هلندی خیلی پسر تو مخی بود. خیلی ببخشید منو کاش ولی خیلی تو مخ بود. یه ذرم بین صحبتام حتی بهش گفتم خیلی اسمش چی بود؟ اسمش کای بود. کای؟ آره. Kai, if you're watching this video, please subscribe, leave a comment, press the like button. She just said that she likes you so much and you're not talkative at all. at all. میبینید مثلا توی جمعی نشسته بودیم من خیلی حرف میزد این حرف میزد همه اینجوری بودن. بعد یه جایی مثلا من نوبت صحبت من شد خیلی محترمانه و مثلا ملو بهش گفتم که یه ذره خب کمتر صحبت کن لطفا مرسی. مطمئنم مست بودی اون لحظه. شاید هم چت بودم نمیدونم. بعد من یه 4-5 هفته موندم تو کافه استراحت کار کردم توی کادیکوی بود خیلی جای باحالی بود. اسم کافه چیه؟ اسمش دینو برکفسته. دینو برکفست. آره اینم اینستاگرامشه. بعد از طریق همون ورکوی توی قسمت که میتونن والنتیر رو با هم دیگه
چت بکنن. یه پسر ایرانی قبلا من تو فتیه بودم بهم پیام داده بود. اسم این دوستمون اشکان بود. اشکان گفت من یه نفر رو میشناسم، یه دختر ایرانیه، میخواد برگرده ایران، اصلا یه پروژه‌ای داره، 2 تا سگ داشت، مراقب سگاش و خونه‌اش باشه توی مثلا 3-4 هفته که میخواد برگرده ایرانو بیاد. کجا بود خونش؟ همون استانبول، یه جایی به اسم شیشلی. اسمش الهه بود. یه آرتیست خفن، کار نقاشی انجام میده، خیلی صدای خفنی داره. قطعاً الهه داستانای باحالی داره برای گفتن. خیلی وسوسه شدم الهه بیام استانبول شیشلی و ببینمت و اگه پایه بودی با هم یه اپیزود دوستانه اینجوری ضبط کنیم. اگه پایه یه کامنت بذار. سابسکرایب هم بکن. تو سابسکرایب نکنی اشکال نداره. آره واقعا خیلی هم داستان داره برای تعریف کنه. اصلا ببین خیلی آدمیه که حسی کلا زندگی میکنه، خیلی به تخمم تو، یعنی در لحظه هر چی فکر کنه درسته، حسش بگه، قلبش بگه این کارو بکن، در صورتی که مغزش بگه که نه این درست نیست، این غلط محضه، قلبش بگه این درسته، میره سراغ اون کار. و به واسطه همین خیلی تجربه‌ای خفن داشت. خلاصه من دوستان رفتم موندم خونه الهه و داستان سفرمو تو استوریام تعریف می‌کردم. بچه‌ای که منو داشتن خیلی مثلا پیام میدادن خوش به حالت، دمت گرم، ایول کار باحالی داری می‌کنی. من گفتم خب پاشین بیاین. یکیشون اومد، یه دوستی به اسم امین، 6-7 روز بعد از اینکه رسید من گفتم من دارم میرم سمت گرجستان. بعد دیدم که زمینی اگر بخوام برم شاید یه هفته حتی بیشتر ممکنه طول بکشه، پول بیشتری صرف کنم بابتش، مثلا خورد و خوراک و اینا. رفتم بلیط‌ها رو چک کردم، یه بلیط خوب پیدا کردم. بعد تا خود گرجستانم نه، یه بلیط داخلی تا مثلا یه شهری به اسم ریزه. از اونجا شروع کردیم هیچ هایک کردن تا گرجستان و رسیدیم باتومی. این دومین تجربه من بود که من میرسم یه شهری و جایی ندارم که برم. بچه اون روز پیام ندین لطفا، هم کایت سرفینگ هم توی ورکر از یه هفته قبل شروع کنید پیام دادن که جواب بدم بهتون، مثل ما آچمز نشید اونجا. امین میگفت بابا بیا بریم هاستل، من پولش رو میدم. گفتم نه، باید بریم یه هاست پیدا کنیم. و من یادم افتاد اینا که توی کایت سرفینگ بهشون پیام داده بودم، یکیشون آیدی فیسبوکش رو گذاشته بود. من رفتم تو فیسبوک گفتم سنگو بندازید، میگه حالا یا میگیره یا نمیگیره. دیدم که توی بیو کایت سرفینگش نوشته که بایسکشواله و اینترستد تو BDSM. بعد امین ترسید که مثلا این بایسکشوال با من بکنه، نریم اینجا، بیا نریم، من پول هاستل رو میدم هاستل. این میخواد به من تجاوز کنه شب اگر امینو ببنده با تنم. رفتم توی فیسبوک بهش پیام بدم، بعد اینا عکسای مثلا BDSM توریشو اونجا هم آپلود کرده. من بهش گفتم که این قطعا یه سری داستانای باحال داره که واسمون تعریف کنه، باید بریم. آره بالاخره ما که 2 نفریم کاری نمیتونه بکنه اگر آدم درستی نباشه. به اضافه این که یعنی همینجوری رو هوام نرفتیم، توی هم کایت سرفینگ هم توی ورکر، بیشتر توی کایت سرفینگ خیلی باید کامنت هایی که قبلا بچه‌ای که رفتن پیش اون هاسته اونو خیلی باید در نظر بگیری. این خیلی آدما رو هاست کرده بود، به خاطر این من اعتماد کردم که برم و نظرات بقیه هم مثبت بود. دقیقاً دیگه باید بری خداییش. ساعت 10 شب به ما جواب داد. رفتیم خونش، ما 3 روز موندیم خونش. بعد شروع کرد راجع به تجربه های صحبت کردن و اینا. بگو برام از تجربه هاش. یه ذره استراحت کنی. چرا یه استراحتی میکنم، شما هم یه برنامه ببینیم. میان برنامه هم نداریم، یه میان برنامه باید بسازیم. کجا بودیم؟ قسمت مورد علاقه تو می‌خواستم. Oh yeah, it's porn time. خلاصه ما رفتیم خونه این دوستمون و چقدر این آدم ماه و مهربون بود، باورت نمیشه. اصلا همه پورن استارا خیلی نازنینن، من شنیدم. مثل اینکه شما اطلاعات بیشتره. اولش که نگفت من پورن استارم، یه ذره که گذشت ما دیدیم یه ذره خودش داره اشاره میکنه، سوالم شروع شد دیگه. 3 سال توی روسیه توی یه کمپانی روس داشته کار میکرده. یه تایمی مثلا حالت فیلم برداری طور بوده که مثلا دیگه شما استادی، من استادم، دوستای پورن استار داشتی. بعد میبینه اون ژانر رو دوست نداره، میره توی کمپانی پورن کار میکنه. حالا کمپانی چه شکلی؟ انگار که مثلا یه چک لیست میدادن به مشتری‌ها، مثلا گفتن کدومو دوست داری، مثلا انتخاب کن. مشتری انتخاب میکرده، این شخص به عنوان پورن استار اون سرویس رو به اون آدم میداده. این دوستتون دختر بود یا پسر بود؟ آها. پس از حوزه فیلم برداری اونا خارج و رفت تو حوزه زنده. آره. چه جالب. خیلی من اصلا نمیدونستم همچین چیزی وجود داره. راستش بخوای منم اینجوری که مثلا یک شرکتی باشه و
خب بعد ببین مثلا داشت تعریف می‌کرد، میگم اوایلش خیلی جالب بود، خیلی باحال بود، چون مثلا لباسایی که واسمون می‌خریدن یه راننده در اختیار داشتیم، هیچ وقت نمی‌ذاشتن تنها خودمون بخوایم بریم جایی و اینا. ولی بعد یه تایمی متوجه شدم مثل برده داره با من رفتار میشه، من خودم اجازه جایی رفتن ندارم. اگر میخوام برم اینا باید منو ببرم، اگر چیزی میخوام باید به اینا بگم اینا برام من بگیرن بیارن. 3 سال باید بود که اونجا کار بکنم، نمیتونستم قراردادمو فسخ بکنم. اگر می‌خواستم فسخ بکنم پول خیلی زیادی و من باید به عنوان جریمه پرداخت می‌کردم که من اون پول نداشتم و زمانی که از اونجا میاد بیرون دچار مشکلات روحی روانی میشه و چندین سال میره پیش تراپیست که حالش بهتر بشه، یعنی بتونه نرمال زندگی کنه. و خودش میگفت بعد از اینکه از اونجا اومدم بیرون دیگه برام پول و اینا دیگه مطرح نبود، اصلا دیدم به زندگی کاملا متفاوت شد و الان دنبال اینم که کاری بکنم که روحم ارضا بشه، حالم خوب بشه، مثلا با آدما کمک کنم. مثلا چون رفتم سرپرستی چند تا بچه رو به عهده گرفتم، یا مثلا یه مهد کودک نزدیکیامون هست میرم با اون بچه‌ها بازی میکنم، یا اگر میتونم ساپورت مالی بکنم ساپورتشون کنم. به من و امین خیلی هدیه داد، خیلی زیاد. شلاق مثلا یا قلاده یه سری چیز میز داشت اوورد به ما داد، گفت از بینش هر کدوم رو دوست دارید انتخاب کنید، هر چند تا که دلتون میخواد انتخاب تو چی انتخاب بکنید. کردی؟ یه شمع بامزه‌ای داشت، نه از اون شمع نبود، مثلا حالت گل بود، یه کیف پول. این که مثلا هدیه میگرفتی برای حال از یه آدم غریبه که اصلا انتظاری هم ازش نداری، حالا هر چقدر کوچیک جذاب بود. آره. ببین اگه سابسکرایبم به مثلا 2000 برسه خدا وکیلی میرم گرجستان. این پسر اسمش چی بود؟ امیر. نه پرنستاره. امیر. مگه روسی نبود؟ ترک بود. آها ترک بود، گرجستان زندگی میکرد، یه مدت تو روسیه کار میکرد، زحمت میکشید، عرق میریخت. میرم امیر رو پیدا میکنم، علاوه بر این که یه عمر تماشاش میکنم همه قصه های جالبش رو برای تو روایت میکنم. پس سابسکرایب کن. اینستاگرام امیر رو داری؟ نه متاسفانه. یه کانتکتی چیزی از امیر داری؟ نه برای خودم میخوام. شماره‌شو دارم. چرا؟ خب به خودم بدم برم پیداش کنم. باش. قسمت جذاب داستان این که دوستمون BDSM تدریس میکرد. تدریس میکرد؟ تو کمبریج؟ کجاشو نمیدونم ولی سمینار برگزار میکرد. یک دوستی داشتم تسهیلگر ارتباط بدون خشونت و کامیونیکیشن و اینا بود. میگفت یه بار تو آمستردام به یک ورکشاپی دعوت شدم که در واقع یک مهمونی ورکشاپ بود. یعنی یک مهمونی بود توی یک قصری بیرون شهر، هر اتاقی یک بعد از BDSM رو داشتن آموزش میدادن و که تو هم میتونستی یا صرفا نگاه کنی فقط یا مشارکت کنی. و من اونجا نقشم چی بود؟ تسهیلگر کامیونیکیشن بودم. یعنی مثلا یه زوجی میخوان BDSM رو به اصطلاح پرکتیس کنن راجع به بعد کانسنتش، بعد اینکه مرزها رو تعیین کنیم، گفتگو راجع به این قضیه مشکل داشتن، میمدن پیش من. خیلی جالب بود برام که یه همچین ورکشاپ هایی داره برگزار. اصلا پوزیشنی که این دوستات هم داشت خیلی جالب بود. نشد همچین چیزی تا حالا. خیلی جالب. تو پیشش کلاس بر نداشتی؟ به ما هم یاد بدی؟ نه متاسفانه. هیچی ازش یاد نگرفتی؟ این نه اصلا راجبش صحبت نکرد، آموزشی طوری نبود، صرفا داشت تعریف میکرد برامون. خب تو باید ازش بخوای. آره نخواستی. تو خودت علاقه به BDSM و کینک و اینا داری؟ خیلی وانیلا دوست داری. وانیلا چیه؟ یعنی پوچی موچی و لطیف و بغل و فکر کنم. آره. بعدش ما توی پورکبل یه میزبان دیگه پیدا کردیم و رفتیم یه شهر دیگه توی گرجستان، کوتایسی. اونجا هم 2 هفته موندیم. کلا $70 داشتم که وارد گرجستان شدم. احتیاجم کار کنم پول در بیارم که توی اون هاستل کارو میکردم. بعدش می‌خواستم هیچ‌هایک کنم تنهایی برم تفلیس که یکی از بچهای در واقع آشپز همون هاستل گفت من دارم میرم اگر می‌خوای بیا با هم تفلیس. یه هاست مصری پیدا کردم، 3 شب اونجا بودم و شب کریسمس من تفلیس بودم. یعنی خودم خواستم برسونم به شب کریسمسشون.
ساعت 12 شد یهویی شهر ترکید، این آبشارا میزدن تو آسمون، هی پر بود کل آسمون و مثلا شاید یه رو 20 دقیقه همینطور ادامه داشت. خیلی باحال بود. بعدش رفتم ارمنستان. صبر کن، یه ماه ترکیه موندی؟ 3-4 روز گرجستان موندم و بعدش رفتی ارمنستان. رفتم ارمنستان. تنهایی شروع کردم هیچ‌هایک کردم به سمت ارمنستان. نه اینترنت داشتم نه سیم کارت داشتم. دیگه شاخ شده بود تنهایی هیچ‌هایک میکرد. کلا هم $30 پول داشتم. چقدر آدماش مهربان بودن. ایرانی‌ها رو خیلی دوست داشتن. کلا ارمنستان 6-7 تا پوزیشن داوطلبانه کاردافتانه بیشتر نداشت. اینم تنها کسی بود که جواب داد. بقیه حداقل توی اون فصل جواب نمیداد. من تو زمستون رسیدم. کی بود؟ ارمنی بود؟ نه، یه پسر آمریکایی بود، نویسنده بود. یه 4-5 سالی بود که داشتش توی ارمنستان زندگی میکرد. میخواست اونجا یه اقامتگاهی بسازه. خیلی هم بحث مالیش براش مطرح نبود. بیشتر میخواست آدمای همفازش دورش باشن، ولی کلا هم یه شخصیت مرموزی داشت. خیلی من حال نکردم. پسر خوبی بود بنده خدا، ولی من خیلی کلا باهاش حال نکردم. دیگه از اونجا رفتم و سفرم من 5 ماه طول کشید. روزای آخرای سفرم بود متوجه شدم که اتفاق بر داداشم افتاده. کل بدنش سوخته و خب پول خودم هم کم بود. من $30 کلا پول داشتم. سرد بود. بعد منم یه ذره دیگه مثلا ظرفیت روانیم پر شده بود. من مجبور نیستم که دیگه انقدر رو تحمل بکنم. برگردم خونه یه استراحتی بکنم. شاید دوباره شروع کردم. دیگه رفتم بلیط اتوبوس گرفتم و برگشتم. از اون $200 که باهاش سفر رو شروع کردی چیزی مونده بود؟ 40,000 تومان مونده. به موقع برگشتم. پس کلا چقدر طول کشید سفرت؟ سفرم 5 ماه طول کشید. وای، این یه رکورده. مسئولای گینس رو اگه میشناسین زیر همین پست تگ کنید که بیان اینو ثبت کنن. من با $200 رفتم ترکیه، $70 رفتم گرجستان، $30 ارمنستان، با 40,000 تومان برگشتم ایران. ببین قبل از اینکه شروع کنم سفر رو 2 سال قبلش بابامو از دست داده بودم، 2 سال و نیم. بعد این خیلی رو من تاثیر گذاشته بود. اعتماد به نفسم خیلی اومده بود پایین، انگیزم چه برای زندگی چه برای کار کردن خیلی پایین بود. جایی که کار می‌کردم اصلا احساس موفقیت نمی‌کردم. نمیدونم، به تراپیست اعتقادی نداشتم. فکر می‌کردم نمیتونن کمکم بکنن. یعنی که 2 بار صحبت کرده بودم، نتیجه نگرفته بودم و اینجوری بودم اگر تنها چیزی که اگر میتونه من کمک کنه سفره. تراپی؟ نه مرسی، من با $200 5 ماه میرم سفر. آره. وقتی رسیده بودم خونه انقدر اعتماد به نفسم رفته بود بالا که الان اون موقع اینجوری بودم الان دیگه از پس هر کاری من میتونم بر بیام. الان دیگه بعیده به من هر چیزی بدم و من بتونم و من بگم نه یا نمیتونم پسش بر بیام. من حالا و اون حس تقریبا تا میگم به اون پذیرشم رسیده بودم نسبت به از دست دادن بابام. آره خیلی جالب بود این قسمتش برام. خیلی دلم سفر اونجوری خواست. ببین اذیتش زیاد بود با پول کم. کم برای تو چقدره؟ اینو از اول می‌خواستم ازت بپرسم. ببین من خودم مثلا با $500 رفتم سریلانکا 2 ماه موندم. دوست داشتم بیشتر بمونم ولی زود تموم شد پولم دیگه. و قضیه من این بود که اون لایف استایلی که اونجا میخواستم های مینتیننس بود، یکم پول بیشتری میخواست. دوست داشتم اسکوتر داشته باشم، هر روز از این موتورها اجاره کنم برم اونور و یه ورکشاپ موج سواری برم، یه هاستل خوب برم. با اون پول نمیتونستم. و بعد 2 ماه اینجوری بودم که آقا من شیراز میتونم زندگی راحت تری داشته باشم از اینی که الان هست و بیشتر خوش بگذرونم. و برگشتم ایران، برگشتم شیراز و خیلی خوش گذشت شیراز. واقعا خوش گذشت. خیلی انگار دور شدم از شیراز. قبلش اینجوری حوصله‌ام سر رفته بود از شیراز و اینا. رفتم سریلانکا 2 ماه دور شدم و وقتی برگشتم خیلی بیشتر قدرشو میدونستم. جالبه اینا. من داشتم فکر کردم که من همین الانشم که خونم، یعنی تو خونه خودمم تو شهر خودمم، خیلی داره به خوش نمیگذره. یعنی الانم فشار مالیه رو دارمش. خب اینا برام تو سفر داشته باشم. دقیقاً. تو تجربه جدید اصلا یه فضای متفاوت رو تجربه می‌کنی، یه رشدی داره برات، خوش می‌گذرونی. ببین قطعاً اگه تهران بودی 5 ماه بیشتر از $200 خرج می‌کردی. قطعاً آره. تو آقا در طول روز قهوه تو که می‌خوری، نمیدونم غذا، اسنپ، این خرجا رو داری. خب همینا رو میتونی تو سفر داشته باشی. خیلی ارزان‌تر هم میشه چون میری مثلا کار داوطلبانه می‌کنی، نمیدونم زمانت رو با تجربه‌های متفاوتی سپری می‌کنی.
آره کاملا درسته. ولی خب نمیتونی بلند مدت همچین لایف استایلی رو داشته باشی، فکر کنم خیلی سخت میشه. اولش قبل از اینکه برم میگم حتی به 5 سالم فکر کرده بودم که هی کار بکنم و هی ادامه بدم، ولی دیدم که نه، به این راحتی هم نیست، سخته. هستن بچه‌ای که دارن این کارو میکنن ولی دیگه اونا یه راه یاد گرفتن که یه درآمد دلاری دارن تو سفر. مثلا ملیکا 5-6 سال نان استاپ توی سفر از آمریکای جنوبی هم شروع کرد سفرشو و الان اگر اشتباه نکنم مکزیک داره زندگی میکنه، 2 ساله اونجا مستقر شده فعلا. 6 سال برنگشته ایران دیگه، ولی خب زندگی ساخته اونجا برای خودش دیگه و هزینه سفرشو در واقع از طریق آموزش زبان و تدریس به بچه‌ها و جدیداً هم که داره تور برگزار میکنه. شک ندارم که ملیکا هم قصه های جالبی برای گفتن داره. اگه اومدم مکزیک پیدات میکنم و امیدوارم پایه باشی که یه گفتگوی خودمونی داشته باشیم. اگه تعداد سابسکرایبام به 3000 برسه میرم مکزیک. سوراخ کردی فالووراتو. اینجوری نگو، ناراحت میشن. ناراحت نشی. سوراخ شدی بیبی. این بود خلاصه از داستان. خیلی باحال بود، مرسی واقعا مریم، خیلی به من خوش گذشت. به منم همینطور، خیلی خوب بود. و مرسی از تو که اینقدر صادقانه و سلیس و بامزه تعریف میکنی. شما برم مرسی. مرسی بچه، روزتون بخیر. قرار کانال یوتیوبم بزنه برای این سفرهاش. I don't know when، ولی هر وقت زد منم براتون میزنم کانالش. فعلا خدافظ.